نوای نی، برنامه شماره 22. نویسنده محمود شاهرخی، اجرا کنندگان فیروزه امیرمعز، رضا معینی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. صدا بردار غلامرضا ملکوتی. تهیه کننده برنامه مهدی سدیفی. نوای نی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. به نام پروردگار بزرگ و بی همتا و با درود به دلباختگان جمال حقیقت و دوستداران کمال و فضیلت، سخن امروز را آغاز می‌کنیم و با استمداد از دم گرم و انفاس قدسی مولانا دیگر بار چنگ مثنوی را ساز می‌نماییم و از حق یاری و توفیق می‌جوییم. جهد بی توفیق جان کندن بود، زرزنی کم گرچه 100 خرمن بود. اساس آفرینش بر پایه هجرت و تحول بنا شده، بدین معنا که کلیه موجودات عالم هستی با حرکتی مستمر و مداوم پیوسته از نهانخانه قابلیت و استعداد به مرحله فعل و ظهور می آیند و بیتابانه در مسیر تکامل گام می نهند و به سوی مقصد نهایی خود ره سپارند. مولانا در مثنوی شریف این هجرت و حرکت تکاملی بیوقفه را بدین سان بیان می دارد: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. این هجرت و حرکت برای کلیه موجودات عالم اجباری و اضطراری است و هیچ آفریده‌ای را قدرت و توان سرپیچی و تخلف از آن نیست مگر انسان را، چرا که او با عجوبه خلقت و نخبه آفرینش و برگزیده خداوند و جانشین او در پهنه زمین است و قلمرو فرمان روایش بر ما سوى الله جاری. سپس مولانا این هجرت اختیاری را بدین گونه شرح می کند: همه دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک قربان شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس عدم گردم عدم چون
بدون تردید منشأ تکامل و ارتقاء انسان چه در شؤون مادی و چه در امور معنوی هجرت است. اما کمال مطلوب در هجرت درونی و تحول باطنی است که تا چنین هجرت و تحولی در ذات آدمی به وقوع نپیوندد و تحقق نپذیرد، او هنوز از مرز حیوانیت فراتر نرفته است و مراد از بعثت کلیه پیامبران الهی نیز حصول همین هجرت است. آن مهاجرت انسان است از سرزمین خودخواهی ها و تنگ نظری ها و تعصبات جاهلانه به دیار نور و زیبایی و کمال و فضیلت و ایثار، که البته احراز بدین مقام مستلزم جهد و کوشش فراوان و در گرو عنایت ربانی و فیض الهی است. وصول بدین مرتبه والا همگان را به آسانی میسر نیست. باید از خداوند عاجزانه آن را خواستار شد. ای قدیم رازدان ظلمنن، در ره تو عاجزیم و ممتحن. این دل سرگشته را تدبیر بخش، این کمانهای دوتو را تیر بخش. جوش کردن خاک و ما زان جوششیم، جرعه‌ای دیگر که بس بی کوششیم. قدیم رازدان ظلمنم، در ره تو عاجزیم و ممتحن. این دل سرگشته را تدبیر بخش، این دل سرگشته را تدبیر بخش، وین کمانهای دوتو را تیر بخش.
هجرت در گرو عنایت و قابلیت است. مگر نشنیده ای بشر حافی در نخست از بدکاران و فاجران بود. روزی در بغداد در خانه خیش بزمی آراسته و بساط عشرت و میخارگی گسترده بود. مطربان و قوالان به نغمه‌گری مشغول بودند. در چنین حالت امام کاظم را بر آن مکان گذار افتاد. کنیزکی را بر در خانه دید. از او پرسید صاحب این خانه آزاد است یا بنده؟ کنیز پنداشت که مقصود امام آن است که بشر برده است یا آزاد. به پاسخ گفت نه، او آزاد و مردی متمکن است. امام فرمود آری، اگر بنده بود هرگز چنین نمی کرد. بشر از درون آواز بشنید، بیرون آمد و از کنیزک صورت حال پرسید. او ماجرا را باز گفت. بشر را از این سخن شگفت حالتی پدید آمد و در او هجرتی به وقوع پیوست و از این گفتار عتاب‌آمیز امام نور آگاهی در آسمان جانش تابیدن آغاز کرد. آسیم سر و شتابان با پای برهنه در پی امام دوید و سر صدق و اخلاص سر بر قدم او نهاد. جان پشیمان و دردمندش را که در آتش ندامت می‌سوخت خوش حالتی دست داده بود که هیچ به وصف در نگنجد. از این هجرت کار بشر بدانجا رسید که از اکابر اولیاء الهی شد و پاس آن موهبت که در برهنه پایی به او ارزانی شده بود همه عمر را کفش به پای نکرد. از این رو به بشر حافی شهرت یافت. آن که از سنبل او غالیه تابی دارد، باز با دل شدگان ناز و عتابی دارد. جان بیمار مرا نیست ز روی تو سؤال، ای خوشان خسته که از دوست جوابی دارد. آن که از سنبل او غالیه تابی دارد، باز با دل شدگان ناز عتابی دارد.
جان بیمار مرا نیز روی تو هر آن کس را که چنین هجرتی دست دهد و چنین حالتی پدید آید، بار سنگین و کمرشکن شهوات از دوش جانش برداشته شود و دریچه از نور و زیبایی از جهان غیب به روی دلش گشاده گردد و از قید بیماری غرور و خودبینی و تنگ نظری رهایی یابد. مولانا توصیف این رهایی را چه زیبا و دلانگیز در داستان پشه و سلیمان تصویر فرموده است. پشه آمد از حدیقه و از گیاه، از سلیمان نبی شد دادخواه. کی سلیمان معدلت می گستری، بر شیاطین بادمی زاد و پری. داد ده ما را که بس زاریم ما، بی نصیب از باغ و گلزاریم ما. پشه‌ای به نزد سلیمان به تظلم و دادخواهی آمد و بدو گفت ای پیامبر، تو که پیشت اجرای عدالت است، مرا داد ده که سخت مورد ستم قرار گرفتم. سلیمان پشه را پرسید چه کسی بر تو ستم روا داشته؟ پشه به پاسخ گفت ای پیامبر خدا، تو خود از اسرار نهان آگاهی و از ماجرای من با خبر. پیش تو عرض حال آوردن نیاز نیست که جان پاک تو سر نهان را به عیان می نگرد و به مدد غیب از هر ماجرا با خبر است. هر که را هست از هوسها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. هر که را باشد ز سینه فتح باب،
او ز هر ذره ببیند آفتاب. پاسبان آفتابند اولیا، در بشر واقف ز اسرار خدا. در درون جان درآید چون خیال، پیششان مکشوف باشد سرها. هر که را هست از هوس‌ها جان پاک، زود بیند حضرت و ایوان پاک. در بشر واقف اسرار خدا. مکشوف باشد سرها، پیششان مکشوف باشد سرها. پشه نزد سلیمان چنین عرض حال آورد که ای دادگر، داد از دست باد، که از او بر من پیوسته ستم می رود. گفت پشه داد من از دست باد، کود و دست ظلم بر ما برگشاد. ما ز ظلم او به تنگی اندریم، با لب بسته از او خون می‌خوریم. آنگاه سلیمان پشه را گفت که رسم داوری چنین باشد که هر دو خصم باید در هنگام طرح دعوا حضور یابند. من اینک باد را فرا می‌خوانم تا ماجرا از او باز پرسم. چون سلیمان باد را بخواند، پشه شتابان راه گریز در پیش گرفت، چرا که
او را در برابر باد توان ایستادن نبود. بانگ زد آن شه که ای باد صبا، و شه افغان کرد از ظلمت بیا. باد چون بشنید آمد تیز تیز، و شه بگرفت آن زمان راه گریز. آری ای عزیز، چون سرسر بنیانکن عشق در جانی وزیدن آغاز کند، همه امیال و شهوات و خواهش‌ها را یک باره از صفحه ضمیر عاشق از جای برکند، حتی خواست و اراده را از او سلب نماید و هیچ چیز را جز عشق بر قلمرو وجودش فرمان روایی نباشد. و چون آفتاب جمال جانان از مشرق دل عاشق سر برزند، شخصیت اعتباری و وجود عاریت او در زیر اشعه آن چونان برف در آفتاب تموز آب گردد و محو و فانی شود که گفتند عاشقان برفند و معشوق آفتاب، تافت چون بر برف گردد برف آب. بی تردید در هر دلی که سلطان عشق خیمه برافراشت، میل و اراده عاشق معزول گشت و ملک هستی عاشق همه در قبضه تصرف عشق درآمد که عاشق را جز رضای محبوب مراد و مقصدی نیست و فنا در عشق دوست شدن عین بقاست. صورت تن گو برو من کیستم، نقش کم ناید چو من باقیستم. جان مجرد گشته از غوغای تن، می پرد با پر دل نی پای تن. مرگ دان کان اتفاق امت است، کآب حیوانی نهان در ظلمت است. وقت آن آمد که من عریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم. پروردگارا ای که زمام همه عقلها و تدبیرها در قبضه تصرف و اقتدار توست، ای که امر و فرمانت بر سراسر عالم هستی روان است، ما را از استیلای نفس سرکش طاغی رهایی بخش و جان و دل تیره ما را با پرتوی از نور هدایت و تأیید خیش منور و روشن گردان، بدانسان که جز راه رضای تو نپوییم و جز در طریق خوشنودی تو گام بر نداریم. شرح